بگو که در چی خیالی و حال چیست؟ ما را خیالی توست، تو را در خیال چیست؟ جانم بلد رسی چی پور سیزی حالی من، چون قوتی جواب ندارم سوال چیست؟ چون قوتی جواب ندارم سوال چیست؟ به ذوق راز لذتیش قدچی آگهی هر تش نپرس که آبی زلال چیست؟ از حلق تش نپرس که آبی زلال چیست؟ گفتم همه فکری وصالی تو میکنم، گفتم همه فکری وصالی تو میکنم. در خنده شد که این همه فکری محال چیست؟ در خنده شد که این همه فکری محال چیست؟ فردا کیش از شبی هیچ ران گذشت مان، دردا کیش از شبی هیچ ران گذشت مان. در حیرتم که فایده ای قیل و قال چیست؟ در حیرتم که فایده ای قیل و قال چیست؟ گفتی بگو که در چی خیالی و حال چیست؟ ما را خیالی توست، تو را در خیال چیست؟ ما را خیالی توست، تو را در خیال چیست؟ دم بدم بخونی هلالی کشیدت، ای دم بدم بخونی هلالی کشیدت، مسکین شکر
چیست که این چه کرد موجی چند دین ملال چیست؟ یک دنیا سپاس به شما استاد ارجمند برای پیشنهاد ترانه بسیار هم زیبا. تشکر. و با امید خوشبختی ها و با امید موفقیت ها و با امید سبزیدن دیار اجدادی من تاجیکستان بیشت آسا یک درود دیگر به همه شما و نفرانی که تازه همین حالا با شبکه سفینه پیوست هستید. راستی خیلی خوشحال میگردیم هر زمانی که با بهانه تهیه برنامه مهمان خاندان شما میشویم و عزت میبینیم از مهمانداری تاجیکانه شما. عزیزان دل، ما نیز این شام در برنامه فضا مهمان داریم، هنرمند محبوب دلها، هنرمندی که واقعا معنی سرا است، هنرمندی که واقعا یک مکتب بزرگ خانوادگی دارند و سالیان زیاد است که ایشان در خدمت مردم کشور و در خدمت رشد فرهنگ تاجیکستان استاد دولت نظریوف که ایشان را من خیر مقدم میکنم. تشکر. یک درود بگویید به مردم. درودی من به خلق بزرگوارم، به ملت کهن بنیادی عزیزم در این روزهای گوییم که در پیش جشن استقلالیت وطن عزیزمون رو که جشن میگیریم، در همین حاشیه میخواهم که درود و پیغام خود رو به تمام ساکنان کشور عزیزم تاجیکستان ارسال نمایم. بسیار خوب. ترانه نخستین رو سراییدید، ما و بیننده من از چکیده های سراییده شما خیلی لذت برداشتیم. زنده باشید. من بسیار حرکت کردم، بسیار هم آرزو داشتم که یکی از ترانه های زنده یاد پدرم رو، استادی هنر حافظی مردمی تاجیکستان عبدالله نظریف رو که مقام خاصه داشتند و مقامی داشتند که به خصوص بسیار تاجیکانه، بسیار هم یک چیزی که روح و صفای نیک میبخشد برای هم ساکنان کشور و برای هم چی گوییم مخلصان و آنهایی که دوستداری عرفان و فرهنگ و صنعت کهن بنیادی سرزمین اجدادیمون می باشند. بله. و تا جای توانستم ذره اگر من توانسته باشم که اقلا نیمچه همون هنری که پدری زنده یاد چیزی ماندگار ماند برای ما فرزندان نبیره ها و ابیره ها، تا کجا اگر توانستم من خودم را خوشبخت حساب میکنم. بسیار خوب، بسیار خوب. و بزرگ میگد که زنده و جاوید ماند هر که نکنام زیست که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. نام استاد عبدالله نظریوف نام همین گونه بر مردان ملت تاجیک به اسم آدین هاشمی بزرگ، به اسم زعفر ناظمی بزرگ، به اسم اکا شریف جورایف بزرگ، اینا همیشه در ورد زبان مردم میمونند، چون که واقعا هم از بابای عبدالله نظری سر کرده تا مثلا نسل جوانتر واقعا هم برای رشد این صنعت زحمت کشیدن و ایشان سرود خسکی نخواندن. بله. اونا همیشه از معنی میگفتن، همیشه برای درد مردم میگفتن. بله. بینید امروزها علم و معرفت وطنمون برای جوانان علاکه یک پیکاری رو پیشه کرده است که باید از گذشتگان خودمون چیزی رو ماندگار به خود کسب کنیم و عامل راهروی صنعت، مدنیت، فرهنگ و رشد و گوییم که با اعتماد آمدنی دولت و دولتداری کشورمون و با این رهبر معظم کشورمون که فقط غمخوری ملت و غمخوری گوییم فرهنگ و صنعت اجدادی همون می باشم. خب استاد ارجمند، ببینید شاید در ذهن بیننده های ما همین سالها دور زده ایستاده باشند و شاید منتظر باشند که اینا را من از شما بپرسم و اونا پاسخ بگیرند برای خودشان، چون در عائله بزرگ شدید که همگی صنعت دوست بودن، همگی مثلا از معنی سخن میگفتند، از کلام بزرگان سخن میگفتند. خب در این راه با دعای پدر آمده، چگونه بود
خب چگونه شروع شد؟ همین را میخواهیم. بله، من یک چیز رو قید حتما باید کنم که تنها پدر زنده یادم، یعنی که ما حرکت میکردیم که مکتب رو از خود کنیم، اما مکتب های دیگر در جریان آب و تاب و تکمیل دادن هنری یعنی کسبی آینده همون، یعنی که سببگار شد. یعنی از دعاهای استاد آدینه هاشموف، از دعاهای استاد زنده یاد ظفر ناظموف، استاد زنده یاد جورابک نظریف، باز از جاده‌ای که در کنار پدر میخواندند و استادی داشتند، استاد زنده یاد قیام‌الدین خیرالدین بودند، استاد زنده یاد علی دادوف، یعنی خورشید علی دادوف بودند که با هم بودند، کریم رحیم زنده یاد حافظی ممتاز رحمتی، کی برات یخشیف، کریم رحیموف، اینها آن گروه بودند که گروه دسته های هنری فیلارمونیای پیشین، یعنی که فیلارمونیای به نام سابق رودکی که حالا به نام استاد شریف جورایف است، یعنی که دسته های هنری بودند که تمام ملکه و هستی سنت و احیای فولکلور و اتنوگرافیای ملت عزیزمون رو در کشورهای مختلف دنیا، یعنی که چی میکردن؟ معرفی میکردن. این باعث افتخار است که در قطار آنها نیز از آنها دعا گرفتیم، از استاد ظفر ناظموف، از استاد جورابک نظریف، از استاد آدینه هاشموف و از استادان دیگر بزرگ، استاد جورابک نبیف، جورابک مرادوف، استادی هنر که تا حال ما همکاری و سفرهای با هم سفرهای زیاد داریم، استادی عزیز ارتیست خلقی تاجیکستان دولتمند خالف، قربان علی رحمانوف زنده یاد، جمشید اسماعیلوف که علاقه من در سن میانه سالی چیزی از آنها کسب کردم. سفرهایی داشتم با استاد فیضعلی حسنوف، با فرزندان استاد زنده یاد آدینه هاشموف رحمت الله جان و اکای عبدالخیر برادری بزرگی اکای رحمت الله که ما توانستیم در سفرهای هنری خود از یکدیگر چیزی را بیاموزیم. خب ببینید مثلا البته با دعای هنرمندان من جمله با دعای پدر بزرگ راه صنعت را که راه بسیار دشوار است کسب کردید، اختیار کردید و شرف است. بله، در مکتب پدر میخوندید سرود و همین گونه سوال ها پیدا شد که خودتون یک مکتب بسازید برای بله چون آنها فقط مطرح میکردن که مقصد ما جاده آنها رو به نظر پیگیری کنیم و امروز ببینید در قطار ما علاقه جوان ها به مانند مبارکشاه صاحب جان نزدیک مبارکشاه رحمانوف و من مطربانی چهره دست پسری من در اونجا شرکت دارن، محمد امین ندوی زاده، انا برادری دیگرم نایچی که در تمام چورابینی های کشور، در چورابینی های هم دولتی هم گوییم که داخلی و بیرونی کشور شرکت می‌ورزم. گیتار نواز، من طبل نواز در زیر بغل و طبلک نواز انا اکای گوییم انا بهزاد و احمد جان که در هندوستان علاقه چی درسی هنر گرفته است و امروز چی میکنن سایقل میدهن هنری خود را، هنری نوازندگیشون را. اکنون افسوس که انا حالا بعضی عامل ها هست اونها رو ما در اینجا گفتن اما لازم برای چی؟ برای در آینده آنها کاری ما رو پیش میبرند، آنها کاری انا بزرگواران رو پیش میبرند، اون هنرهای مردمی که اتنوگرافیا و فولکلور خاص ملت است. چی فلک خوانی، چی مقام خوانی، چی مدیح خوانی، مرثیه خوانی و همون کمپوننت هایی که امروز توانستن ملت ما همین ژانرها رو در سالیان اخیر با تکاپوی مثال هم چی گوییم واریانت های مثال کسبی و واریانت های غیر کسبی چی کردن؟ آموزش کردن و این باعث افتخار است که تمام اسباب ها رو استفاده میکنیم و استفاده هم خواهند بود.
یا سیتور مثل اود. من اینجا طوری که در دست من میبینید همین چی تنبوری که خودی پدرم ساختم. این از مال گویا که از پدر یعنی میراث به ما ماندگار همین اسباب مونده است. من همین اسباب 5 طور است. اکوی دولت بسیاری بیننده های ما هم از زمان آغاز برنامه الکی درک کردن که مهمون برنامه کی است، چون که هرگاهی که مهمون برنامه ما بشوید البته قریب که نه کم از 10-12 نمود اسباب بله هست. در اختیار شما هم در چی است این هم این بزرگی همین تلویزیون شبکه سفینه است که شما میتوانید مثلا در یک حالت در یک فضای معین هنرمندانی رو جمع آورید که محض با همین اسباب و با همین اسباب‌های گویم که موسیقی سر و کار دارن. سلامت باشین و جای خوشبختی در چی است؟ خوشبختی در چی است؟ خب از عهده نوازی همش نواختنشون میبرید. البته من حاضر یک زیرو با شما همین اسباب بسیار صدای خوب دارد و شما ماهرانه این می نوازید. خواهش میکنم اگر امکانیت باشد نخست از این شروع همین شروع کنم. بله مرحمت.
آفرین. تشکر استاد ارجمند، بسیار زیبا، بسیار سپاس میگویم و همین گونه ما شادی بیننده ها رو کم نساخته میگذاریم به قسمت ترانه دوم. واقعا هم یک شامی پر از محبت، یک شامی که از ضمیر خاطر ما دور
نمی رود عزیزان. و اکنون برمیگردیم سر همین اسباب های موسیقی مولتی اینسترومنت میگوین اینها را که خوردک در بابت اون که مثال در سفرهای هنری یک وقت قصه کنیم یک اسبابی رو مثل همین سیتوری بدخشی سیتوری کوهستانی 1 متر رو قریب تقریبا 20 سانتی متر بود و حاضرین تیاره یعنی که در فرودگاه اومدیم گفتن که این اسباب کلان اسباب دراز از این کلتا کردن در کار اینو کجا چه کلتا میکنی ما اگر گفتیم از بالا کلتا کنیم جور گم میشود از پایین کلتا کنیم کوسه نیست میشود پس چیکار کردیم همینه یعنی که همین قدر زیادی بود کلتا کردیم و مقدار 1 متر تقریبا 10 سانتی متر گرفت و در تیاره ما راه دادن برای همین ما حرکت کردیم که به ارمغان مراجعت کنیم استادانه رو استاد میرزا رو چی گوییم یعنی سپارش دهیم که اسباب‌های خردتر برای ما بسازید مثل عود رود انا لیلی و مجنون فرهاد و شیرین که با نام مثال انا نام‌های مثال مختلف موندیم و نام‌های رمزی تاجیکی تاجیکانه یعنی که دنیای موسیقی تاجیکی در حضور مثال مخلصانی سرشماری بیرون از کشور دنیا و انا شما همین اسباب‌های رو که دیدید طبله دف دایره زیر بغل گیتار نی یعنی فلوت ارغنون که ارغنون هم میگویند و یا اینکه کیبورد میگویند مثال چی این اسباب ها با هم توأم که میشوند یعنی که فاصله خوبی موسیقی رو انجام میدهند و موسیقی در با نوازش همه اینها بزرگ میشه بله فراخ میشود لذت میبرد شنونده لذت میبرد و حاضر ما حرکت میکنیم باز یک سرود رو به سهم مخلصان عزیزمون برسونیم تا جای از استفاده بری اسباب‌های یعنی که دو شاخه یعنی شاخه استرادی و شاخه سنتی بله یعنی این سینتز شدگی بسیار خوب و من استاد همین رو درک کردم که واقعا هم شما با پیروی پدر بزرگتون صنعت رو دوست می‌دارید که خب از مثلا جهد میکنید تلاش میکنید از عهده مثلا نوازشی من چند قوس رو نمیدونم بگذار یک اسباب که باشد که مثال خوردن باشد اما فضای نوازش داشته باشد یعنی کیفیت داشته باشد و این کیفیت رو مخلص عزیز به یگان عامل زیادی از خود درک میکنه. خب معنی سراییدن چی میبخشد به شما و وقتی که شما معنی میسرایید چگونه درک میکنید که مردم شما رو چگونه قبول میکنند؟ هنگامی که با یک چشم یک نفر مخلصت نظر میکنی و میبینی که در روحیه او یعنی که روشن یعنی که روشاد شده است روشن شده است و تمام وجودش رو با همون موسیقی اول با سخن با متن یعنی افادهش شوی متن چطور افاده می‌یابد چطور لحن رو هنرمند آوازخوان داده میتواند و از همین لحاظ از لحاظ لحن ما اول موسیقی رو مطیع سخن میکنیم اگر موسیقی مطیع سخن نشود سخن معلق جلوه نمیکنه هنگامی که موسیقی احیا میکند و مثال میکوبد و داخل همون سخن میشود سخن و همون موسیقی توأم می‌یابند و اون روشنی رو که میدهند یک دنیا لذت دیگه جذبه پشم میتنه یعنی که میخیزد برای چی برای که احساسی بله یعنی که وجود آرام میشود اصلا موسیقی رسالتش همین است باید که مردم رو به هدایت مثال نیکسیرشتی پینداری خوب رفتاری خوب گفتاری خوب برد و همین چیز که باشد انشالله فکر میکنم که هر یک ملتی انا کوامبنیود که روندهای خودش دارد و مثال انا اهدای مثال احیای انا اتنوگرافیا و فولکلور مثال گویم که ارزش های سنتی خود رو ملی خود رو دارد انشالله فکر میکنم که امروز تماشابین زکی ما
بها دهنده. بسیار خوب. و ترانه که الحال می‌سرایید، این ترانه مال کی است؟ این ترانه چگونه آماده شده است؟ این امین یک ترانه است که اصلا از صرف خلقی است و چند پیش مال خلق بزرگان مال خلق است. از اکا شریف استاد سر کرده تا گویم که غلام استاد غلام و عزت گویم که چنگی و استاد زنده‌یاد پیر صدیر و استاد سنت و استاد زنده‌یاد پدرم عبدالله نظری که این سرودها رو هنگامی در فیلارمونی دولتی به نام اکاشریف جورایف سابق رودکی بود در سالهای 57 سر کرده تا سالهای 68 و 70 این سرودها رو زمزمه می‌کرد و ما بخشیش رو یعنی یک پارچه‌اش رو از دید موسیقی سنتی با همین مطربان چهره دست آماده کردیم و حالا میخوام که به سهم شما به سهم مخلصان عزیزم برسیم. یک عالم سپاس. ما و بیننده های برنامه آماده ایم که ترانه را بشنویم. خواهش میکنم. در سری زلفی سومن سایه سنجی، در سری زلفی سومن سایه سنجی، دلبری پر نازی من بیهوده رنجی، بیهوده رنجی، دلبری پر نازی من بیهوده رنجی، بیهوده رنجی. دلبری پر نازی من آهی تا میکند، دلبری پر نازی من آهی تا میکند، در دل پرشانی من لاله‌ای درواز، لاله‌ای درواز، در دل پرشانی من لاله‌ای درواز، لاله‌ای درواز. از چی پریشان شدی تبگی کوریزان شدی، پنجی خروشان شدی، لاله‌ای درواز، لاله‌ای درواز، لاله‌ای دروازی من، لاله‌ای درواز، لاله‌ای درواز. گه دلی من با تو بود همدم و همراه، گه دلی من با تو بود همدم و همراز، گه تو بودی بسا دلبر تناز، دلبر تناز، گه تو بودی بسا دلبر تناز، دلبر تناز. از چی پریشان شدی تبگی گریزان شدی، پنجی خروشان شدی، لاله‌ای درواز، لاله‌ای درواز، لاله‌ای دروازی من، لاله‌ای درواز، لاله‌ای درواز، لاله‌ای دروازی من، لاله‌ای دروازه، لاله‌ای دروازه. استاد ارجمند میگویند که موسیقی اصلا زیبایی را میپرستد یا زیبایی موسیقی را. بله. و در این برابر میگن موسیقی معنی سرود نسل نورس را در عموم جامعه کشور را تربیت میکند. به این شما چی مثلا پاسخ دقیق میگردونید؟ اصلا بینید سالیان اخیر و من میگیریم بیا یک 20 سال پیش میگیریم و باز 20 سال
این آخر میگیریم. زمانی بود که جوانان تلاش میکردن که از موسیقی های اروپا، از موسیقی های مثل هند و چین و دیگر مملکت های مثل همجوار استفاده کنند. اما این خوب است. این یک روند بهترین است برای تکمیل دادن مثل انا تکمیل دادن و گوناگون ژانر کردن موسیقی و سنت های مثل انا چیه موندگورش. اما موسیقی نیوگون برتریش زیادتر است. البته چون با عقب نظر میکنیم ما اول ارزش های ملی امون رو در نظر میگیریم و اون ارزش هایی که موندگار از ملت و از انا احیای انا از تاریخ ملت دولت دوری و انا سازندگی کشور و سازندگی تمامی جبهه های انا در یعنی که جمعیت امروز همون بوده و پیکار می شود که از همین منبع گرفته جوانان تشکل می یابند. و مثل من همین جوانانی که در پهلوی ما نشستند اول مثل مکتب های موسیقی هستند. مکتب های موسیقی یعنی که از 1 تا 5 از 5 تا 10 تا 11 باز یعنی دانشکده ها و دانشکده های صنعت است، دانشگاه های مثل هنری هستند، مثل می توانند که اونها رو در سالیان مثل معین از 4 سال تا 5 سال بعضی ها ممکن 6 سالی هم خوانند، چون که یک روندی هست که موسیقی سرحد نداره. بله خب ببینید استاد و واقعا هم همین گونه است. موسیقی صنعت معنی سراییدن انسان را تربیت میکند، از راه بدی ها میگرداند و هنرمند البته نفری که در پیراهای صنعت است باید که از تاریخ و از فرهنگ خیش حمایتگر باشد و البته برای زنده کردن هنرهای مردمی ملت خیش جهد و تلاش کند. جهد و تلاش البته. خب بسیار نقص و ببینید که امروز دوام چند سال است که به واسطه با دستگیری محترم پرزیدنت کشورمون اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام رحمان در کشورمون آزمون تاجیکستان وطن عزیز من، آزمون علم فروغ معرفت، آزمون فروغ سپیدانای کتاب است. گذشته ساده است که واقعا من باور دارم که در 10 5 6 سالی همون 20 سالی که گفتیم همون 20 سال پیش و این 20 سال اخیر و ببینید که در مجموع جوانان چطور در همین 20 و 30 سالی انا گویا که استقلالیت وطنی ما وطنی تشکل یافتن. بله و باور دارم که اینا یک فال نیک است و ما حتما در 10 سال و در 5 سالی که در 10 جاری هست و 20 سالهای بعدی نه البته شاید که حضرت جامی و باز بابای خیام و همین گونه بزرگان باز روی کار بیارن. سعدی و فردوسی و به نظر شما همین آزمون تاجیکستان وطن عزیز من چیکار کرده توانست که مثلا جوانان موسیقی اصیل رو از بر کنند؟ میفهمید چه خیلی شد با فکر اصلی همه هنرمندانی که در جدای هنر آوازخوانی و مطربی هستیم ما علاقه حس کرده ایستادم که با واسطه شبکه‌های تلویزیونی کشورمون علاقه رقابت صافی یعنی که ایجادی رفته ایستاده است. اکنون این مال من، این مال شما، این طوری من، این طوری شما، این دفعه من، دفعه شما نیست. علاقه ما این اسباب ها علاقه عمومی جنبه گرفت، یعنی که مال ما گفته علاقه مال ملتمون رو در نظر داریم. جوانان کشوری ما علاقه توانستن فراخ استفاده برن از بزرگانی هنر رو از کهن بنیادترین و کهن بنیادانی ساحه هم معرفت، هم فرهنگ، هم عرفان، هم تمدن و هم امروز شکل‌های دولتداری سیاسی و اجتماعیاتی کشورمون و اینها جوانانی هستند که امروز ها کاری بسیار جدایی رو پیش برده ایستادن که بعضا ما پیش برده نمیتوانیم برای آنکه تکنولوژی پیش رفته است و آنها زیادتر از ما دیده فکر و اندیشه های آنها زیادتر و قوی‌تر است. بله بسیار خوب استاد ارجمند تشکر و گفتید که بعد 3 سرود سراییدن
در میان یک موسیقی زیبا نوازش می شود از جانب رامشگران. همه‌شون اشتراکی هستند. این موسیقی را چگونه آماده کردید و این موسیقی چی نام دارد؟ بیان نامش رو ما میمونیم امروز با شکلی که دوستداران همین شبکه عزیز و دوست داشتنی سفینه بیایید نامش رو سفینه مهر میمونیم. باشه. همین سفینه مهر امروز در اختیار مخلصان عزیزمان و در اختیار کارمندان بسیار هم زحمتکش تلویزیون دوست داشته ما سفینه گردید. بسیار زیبا، بسیار لذت بخش و واقعا هم نوگونی، چون هر وقت در برنامه فضا و در دیگر برنامه های ما البته با اشتراک شما. جهان سپاس. خب میده میده به سوی انتهای برنامه هم رسیده ایستاده. بله. و میخواهم نظر شما را همچون استاد هنر در مورد آنه که از برنامه فضای تلویزیونی سفینه چی برداشت کردید
گفته باشید. امروز فکر میکنم که ما هنرمندانی در فضای نیک این صحنه، برای که این صحنه مقدس است. این صحنه چندین هنرمندانی ورزیده کشور عزیزمون رو در آغوش خودش گرفته، هم معروف کرده است، هم تربیت کرده است، هم محبوب کرده است، هم معروف کرده است. این جای افتخار همین هنرمندان جوان هست که در تالار همین تلویزیونی دوست داشته سفینه ما چی میکنن؟ هنرنمایی میکنن و شاید همین دعا مستجاب میشود. انشالله دعای شما رو میگیریم، دعای مخلصان رو میگیریم، دعای تماشابینان عزیز سرشماری هم داخلی و هم بیرونی وطن میگیریم و اصلا همین سفینه مهر میخواهم که ادامه بخشی دیگر برنامه های چی گوییم همین تلویزیونی سفینه عزیز شود. سلامت باشید. خب تصمیم ها و نقشه های در پیش داشته چگونه است؟ باز البته امیدوار هستیم که ترانه های نو میکنید، میوید باز. البته از ترانه های نو شما بهره‌ور میشوید، چون که الکی 2 ترانه تیار کرده ما مخلصان انشالله خواهند رسید و باز همینجا بخوری با شما شاید باز دعوت شما است که ما رو در گوشه نمیمونید و در پس خاطر مثال انشالله و این البته افتخار ما هست، جای افتخار ما هنرمندا است که هنگامی که هنرمند رو یاد میکنن و جیغ میزنن، دعوت میکنن و دوستداری میکنن. بله، سلامت باشید. این باعث افتخار ما. تشکر. یک عالم سپاس برای آمدنتون به همه شما. تشکر. در کسب و کارتون برای موفقیت‌های بی‌نظیر را تمنا میکنم. با امید اونه که آخرین صحبت ما، آخرین نوازش‌های ما، آخرین سرودخوانی‌های ما سر این سفره نباشد. باز بیایم ترانه سرایی کنیم، صحبت کنیم از موفقیت‌ها قصه. و بیننده‌های عزیز، برای همه شما ما خانه پر از گندم، زندگی آسوده و فضای تنج و آرام وطن عزیز را تمنا میکنیم. سعادتمند، موفق، بردم، سالم، به درد بمانید و همیشه برای همدیگر به تبسم بنگریم عزیزان دل، زیرا که یک وطن آباد، یک زندگی خوب داریم به نام این وطن است تاجیکستان آفتابی. زنده باد تاجیکستان عزیز، زنده باد مردم شریف تاجیک. ترانه انجامی را در برنامه این شامینه استاد دولت نظیروف می سراید. تا دیداری نوبتی. خواهش میکنم. سجانی خدا. مرحمت. عمرها در پی مقصود به جان گردیدیم، یار در خانه و ما گردی جهان گردیدیم، یار در خانه و ما گردی جهان گردیدیم. خود سرا پرده قدرش زی مکان بیرون بود، آن که ما در طلبش جمله جهان گردیدیم، آن که ما در طلبش جمله جهان گردیدیم. جهان گردیدیم، مکان گردیدیم، جهان گردیدیم، مکان گردیدیم. گفته بودن به خوبان که نباید نگریست، دل ببردند و ضرورت نگران گردیدیم. رفته بودیم به خلوت که دیگر می نخوریم، ساقیا باده بیده کسری آن گردیدیم. عمرها در پی مقصود به جان گردیدیم، یار در خانه و ما گردی جهان گردیدیم، یار در خانه و ما گردی جهان گردیدیم. خود سرا پرده قدرش زی مکان بیرون بود، آن که ما در طلبش جمله جهان گردیدیم، آن که ما در طلبش جمله جهان گردیدیم.
جهان گردیده مکان گردیده جهان گردیده مکان گردیده شهر بیاید ببینن که ما پیر بودیم و دیگر باره جوان گردیدیم تا همه شهر بیاید ببینن که ما پیر بودیم و دیگر باره جوان گردیدیم عمرها در پی مقصود به جان گردیدیم یار در خانه ما گردی جهان گردیده یار در خانه و ما گردی جهان گردیده عمرها در پی مقصود به جان گردیده یار در خانه و ما گردی جهان گردیده یار در خانه و ما گردی جهان گردیده جهان گردیده مکان جهان گردیده مکان گردیده جهان گردیده مکان گردیده